کوروش جان، تا اونجایی که ما میدونیم انسان یا آدمی همیشه تلاش داشته که نمیره، به همین سادگی اگر بخوام بگم نمیره و جاودانه بمونه. خیلی هم تلاش کردن براش، کیمیاگران که همون شیمی که امروز ازش استفاده میشه، یا در دانش امروزی از طریق ژنتیک که حتی بهش خواهیم رسید که دست یافتن بهش، که حتی سلول‌های یا همون یاخته‌های بنیادی رو دست ببرن و رشدش رو کنترل کنن که انسان پیر نشه. حال اگر ما بیایم این رو از خیلی کهن‌تر نگاه کنیم، از پیدایش زمین که یک گلوله آتیش بود که بعد به سردی گرایید، بخوایم از نظر زیست شناسی بهش نگاه بکنیم، میتونی یک نگرشی با هم داشته باشیم که چطور انسان دنبال جاودانگی است. دقیقاً حرف شما اینجا درسته. بشریت خب این خواست بنیادیش بوده که دلیل اینجا بودنش از کجا میاد به کجا میره همیشه دنبال کرده و دانشمندا و به قول شما کیمیاگرهای قدیمی هم خیلی دنبال این سوال بودن. ولی خب ما باید ببینیم که امروز جوری دانش پیش رفته که به جایی رسیدیم باید ببینیم چشمش از کجا بوده و چجوری اصلا به وجود اومده. خب زمین 4.5 میلیارد سالشه، بخوایم برگردیم قدیم رو ببینیم، بهتره که اینجوری بگم ما عمر زمین رو بگیریم 1 ساعت. این 1 ساعت رو ما بخوایم، یعنی 4.5 میلیون سال رو فکر کنیم 1 ساعت. دقیقا این 4 میلیون سال و میلیارد سال رو توضیح بدیم به 1 ساعت که توی 50 دقیقه اول اینجا زمین فقط روی جاندارای میکروسکوپی که تکسلولی بودن، میکروب‌ها بوده، 50 دقیقه فقط کار رو اینا کرده. طبیعت، تکامل. و این دلیلی هم که داشته که 50 دقیقه چرا انقدر طول کشیده، به خاطر اینکه اثرای بیرونی بوده که تأثیر گذاشته. زمین چند بار نزدیک بوده نابود بشه و امروز زندگی که ما میبینیم امکان داشت وجود نمی داشت و ثابت هم که شده حتی دایناسورها از چجوری از بین رفتن. و خلاصه میخوام بگم که این 50 دقیقه اول 10 دقیقه است که شروع کرده فقط به جاندار درست کردن. یعنی ما باید اینجا مشاهده کنیم که انسانی که ما امروز خودمون رو میبینیم ما 1/100 ثانیه است رسیدیم تازه. یعنی در این 4.5 میلیون سال از چه سالی شروع کرد به ساختن انسان؟ حدوداً میگن 2 میلیون سال, 2 میلیون سال شروع شده از قدیم که هومونوئید بعدش به هومو ارکتوس، بعدش تبدیل شده به هومو زاپینز و ناندرتال هم بوده یک زمان جفتشون. پس این نظریه اصلا از نظریه این که انسان آدم و حوا 7000 سال پیش بودن در کتاب‌های مذهبی آمده پشتیبانی نمی‌کنه از این نظریه. خب این ما تا 60 سال پیش تو همین کشور آلمان خب بهش میگن شوپفونگس تئوری همون آدم و حوایی که ساخته شده و الان تو مدارسشون این تئوری رو میگفتن مسلماً که چجوری انسان به وجود اومد با یه آدم و حوا. خب ولی علم اینجا اومد و که الان مدارسشون خیلی به اِوولوسیونز تئوری که همون تئوری تکامل میشه، دگرگونی، و نتیجتا اینه که الان دارن اینو تو مدارسشون تحصیل میدن. ولی خب باید اینم گفت خود آقای چارلز داروین
که میخوام بگم چرا حالا به دین یه دفعه ربط شد، به خاطر اینکه آقای چارلز داروین گفت من تنها چیزی که میتونم میگم اِوولوسیون بوده و تکامل بوده اینجوری دگرگونی، ولی این تئوری من یه مشکلی داره که چجوری این بهش میگن کامغش اکسپلوزیون یا کامغش اکسپلوژن، انفجار گونه ها دقیقاً آفرین، این تأثیری گذاشته روی که یک دفعه 560 میلیون سال پیش خیلی گونه های جانداری که از آب بودن، اینا آب زیست بودن که در آب زندگی میکردن، زمانی که خشکی به وجود میاد و گیاه ها به وجود میان و اینا، شروع میشه اولین جانداری که میگن از آب خارج شده 4 پا بوده. چون شما نگاه بکنین از دایناسورها بوده 4 پا بودن، از پرنده ها امروز 4 پا بالاشون مثلا، از انسان خودمون که حتی ما جزء این طبیعت هستیم و این تکامل که به وجود اومده یه دلیلی داشته. اینو از تک سلولی همونجوری که گفتم شروع کرده و جالبیش هم اینه که اینجا تکامل این نبوده که روی اعضای بدن این جانورا کار بکنه، بلکه این دستور دهنده که ژن اینجا دقیقاً خیلی مهم بوده، رو ژن کار کرده و تمام موجوداتی که حتی یه پشه که پشه میوه میگن ریز پشه ها شما نگاه بکنید، اینا همون اونیورسال ژنو دارن که شروع میکنه به دستور دادن به اعضای بدن و ساختن، و همون هم انسان ها دارن، همون تمام حیوانات یعنی یه سری آگاهی هایی هستش که همه گونه های مختلف در ژنشون دارن. بله دقیقا این یعنی این آگاهی بهش اونیورسال. خب ما در بدنمون مسلماً 20,000 ژن داریم ولی اون ژنای اساسی که اول شروع میشه در جنین بچه بوده که تولید میشه اینا، خب این اونیورسال یه چند تا دونه ژنه که دستور میده و تمام مثل ساختن چشم، دماغ، مثل دقیقاً همون اتفاقا تو حیوانات دیگه میشه و واسه همینه که بیشتر تکامل رو این کار کرده. همیشه فکر میگن خب تکامل رو دونه ها بوده و تمام ژنا، نه، این دستور داده و فقط شکلش رو عوض شده. اعضای بدنی که استفاده میشه، ما از آب خارج شدیم، اینو به میزان سوددهیشون بوده. یعنی اگر نیاز داشتن که شکار بکنن دستشون این دقیقاً. یعنی تأثیراتی که از بیرون به اینا اثر داده میشه، تأثیرات طبیعت، زیست، کمبود غذا به خاطر آیس سایت که زمان سرما، زمان یخبندانی که هزاران سال بود اینا، خب این تأثیرات همیشه روی اعضای بدن حیوانان خب تأثیر میذاره. به خاطر اینکه شما نگاه کنین نهنگ، ما از آب خارج شدیم، یعنی ما میگیم اولین 4 پا که خارج شده و شروع کرده خودشو وقف دادن به بیرون از محل زیستش و این همیشه در این یه پروسسیه که همیشه در حال کاره، در حال انجام دادنه و همینجوری هم تکامل تمام مدت به وجود داره میاد. یعنی یه چیزیه که هیچ وقت وای نمیسته، همیشه در حال حرکته. ولی اینه که چجوری به این نتیجه رسیدن، به خاطر اینکه نهنگ 50 میلیون سال پیش یک گرگی بوده به اسم زینونیکس، این گربه آبی بوده که نزدیک بغل دریا میزیسته و خیلی براش راحت‌تر بوده که غذاشو بره از دریا شکار بکنه. اول کمتر رفته، بعدش همینجوری مجبور بوده بیشتر بره توی ته دریا و یک زمانی دیگه به این نتیجه میرسه که خشکی رو لازم نداره و شروع میکنه دست و پاش رو از دست دادن، شروع میشه به یه دنبه مثل نهنگ که بالا و پایین میشه، مثل ماهیای دیگه نیست، چپ و راست، ستون فقرات، مهره‌دارا بوده. این دگرگونی ها در طول زمان
طولانی اتفاق افتاد. صحیحاً، دقیقاً. نه این در افسوس و در متاسفانه این است که ما خب طول زندگی انسان کفا نمیده که ببینیم این دگرگونی ها چجوری به وجود میاد و چجوری چیز میشه. ولی خب از فسیلایی که پیدا شده، مثلا همین داستان نهنگو که گفتم میره تو اینا، اون ایستگاه وسطی که بوده، یعنی زمانی که یه نهنگ پیدا کردن به اسم پاکیستیتوس و این نهنگ پا داشته، یعنی پاهای جلو رو داشته، دستاش خب تبدیل به پاچه شده بوده و این نشانه این تکامل رو اینجا دقیقا نشون میده که به وجود اومده و این نهنگ به مرور زمان تبدیل شده به دنبشو و شنا کردن و شکار کردن. ولی همین نهنگ و دلفین هم هستن که اینا اکسیژن لازم دارن، باید بیان بالا و این دماغشون شروع شده رفته بالا. از سمور آبی بهتر میشه دید که چجوری شنا میکنه، این یه نهنگ شنا میکنه که هم پا داره هم چیز. این یه نشانه قشنگیه که تمام حرکاتش خیلی موازی مثل سمور و مهره‌دار و اینا. حیوانات پستاندار هم 200 میلیون ساله که الان تا اونجایی که دانشمندا دنبالش کردن و تونستن فهمن این به وجود اومده و همیشه در حال این تکامل هست و نشون میده از آب آمده در خشکی نتونسته خودش رو چیز کنه، همباز برگشته در آب. و جالبیش اینه همونجوری که ما خشکی و الان به عنوان بگیم حالا یکم از حیوانات با خرد بگیم با عقل و شعور داریم، این در اینجا هستیم، مغزمان بزرگیش و همینجوری نهنگم همین، یعنی نشانه اینه همیشه در حال رشد و انسان هم همینجوری بوده. انسان هم که برگردیم که چجوری به این نقطه رسیده، راه تغییر ژن بوده، دگرگونی ژن ها این بوده که حتی گفته میشه که اکسیژن برای ما جانداران، برای گونه های بسیار بسیار پیشین و کهن ما سم بوده و نمیشد این رو ازش حساب میکشته. بله خیلی زمان برد تا تونستیم به این گازی که کشنده هست عادت بکنیم و امروز نمیتونیم بدون اون. این واقعا درسته، اکسیژن اصلا یه نوع شتیکشتوفه، یه نوع گازیه که خفه کننده برای کسایی مثلا که اکسیژن، حالا ما اکسیژن تمام موجودات زنده مسلما اینو لازم داره و این پروسسی که شما میگین این حدود اولین خودسسا بوده که باید به این اکسیژن عادت پیدا کنه، این که بتونه زندگی کنه و رشد بده خودشو و همونجوری هم دلیل اینو داره که ما رو پیر میشیم، چون یه نوع فرای رادیکاله اونم اکسیژن بهش اکسیده میکنه. بله دقیقاً. و دلیلی هم که داره به خاطر ژنتیکه. ما هوموزاپینس که به وجود اومد که هومو اقتوس که بعدش به این نتیجه امروز رسیدن، تا حدود 5 سال پیش میگفتن نئاندرتاله جدا بوده، ولی امروز در شهر آلمان یکی این اینستیتوت‌های که خیلی دنبال این زیست و شتامسل هستن و سلولای بنیادی و اینا به این نتیجه رسیدن که با انسان‌ها قاطی شده. یعنی این خب تئوریام میتونه فرق بکنه، ولی در اصل اینه که ما این تئوری تکامل همیشه به وجود اومده و انسانم همینطور بوده که امروز ما به این نتیجه رسیدیم که ژن که توی ما، اون اونیورسال ژنی که گفتم تاثیر گذاشته و این ژن یه زمانی که شروع میکنه سلول سازی دیگه سلول رو نمیسازه، که دلیلش هم یعنی ژنی به اسم اوکتفیه که اوک4 این باید اینجوری بگم پیدا کننده این ژن آقای هانس شولر بوده. سال 1989 در گوتینگن این ژن رو پیدا میکنه و ژنیه که همیشه سلولای جوان ترشح میکنه و این اوکتفیه یعنی تولید میکنه. این ژن توی ژنایی
هستش به اسم تو سلولای به اسم پولیپوتنت سلولن. این دستور میده که اینا این سلول عصب بسازن، سلول جگر بسازن، سلول خون بسازن. یعنی این اکتفیره که اکت4 که دستور رو میده که اینا این کار انجام بدن. ولی این آقای هانس شوله 15 سال سعی میکنن و تا زمانی یکی از همکاراشون که این ژن رو بتونن توی بدن تو سلول کال هنوز روشنه ولی تو سلول رسیده خاموش میشه. واسه همین هم شروع میشه به انسان پیر شدن و جیگر پیر میشه و اینا. به این سعی کردن که امروز که یکی از همکاراشون یا آقای شیناماناک از توکیو که ژاپنی هستن، ایشان خیلی سعی کرده بوده کوکتیلی بهش میگن ژن کوکتیل که این اکتفیر هم جزء بشه. چیکار کرد؟ تونست یعنی آمیزشی از ژن‌های دیگه دقیقا این باید این اک4 با اون ژنا باشه که بتونه روشن باشه. یعنی همیشه این پولیپوتنت سلولای یافتگی بتونه سلولای عصبی رو همینجوری بسازه، سلولای جگر رو همش بسازه و سلول جوان رو میشه گفت یا میگن یونگ سلن، سلولای جوان تولید بکنه. و تونسته این آقای شینامانا که تونسته این کوکتیل رو درست کرد و جالبش اینه چجوری تونسته این اک4 رو هم باز تو سلول وارد بکنه. این کار کرده که این کوکتیل رو در یه ویروس تزریق کرده و این ویروس رو به سلول وارد کردن و این تونسته. ویروس هم چون عادت داره خودش رو تکثیر بکنه، ویروس هم خب دقیقاً خودش رو تکثیر کنه، ولی در اصل این که میره اون ویروس هم زیاد خطرناک نبوده برای سلولا، ولی از بین میره و این اک4 روشن میشه. اینا امتحان کردن از سلول پوست برداشتن، فیبروبلاست بهش میگن، برمیدارن توی یه دونه شیشه آزمایشی ریختن و این کوکتیل رو با این ویروس قاطی کردن و این بعد از یک هفته سلولای عصبی درست کرده که برای مریضی پارکینسون. حالا من نمیخوام بگم که این کارو میکنن که بتونه انسان همیشه زندگی کنه جاودانی، ولی این پایه اولیه‌شه. یعنی اینا دست بردن به سلول‌های بنیانی. دقیقاً میشه گفت به سلولای بونه، به اون چشمه‌ای دست بردن که این سلولا رو میسازه. یعنی سلولای بنیادی هم میسازه. این جالبیش اینه که این اکتفیر میسازه یا اینکه دستور میده اطلاعات رو این با این کاری که کردن بهش میگن ریپروگرامین میکنه. اینو برمیداره پروگرامش رو تغییر میده، میگه ترشح بکن. یعنی این اکتفیر ژنیه که همه کار است. سلول دستور میده سلول، ولی باید تو پولیپوتنت شتامسلن باشه، اسمشه که پولیپوتنت باید در اون باشه که این پولیپوتنت بتونه سلولای عصبی درست کنه، سلول خون درست کنه و سلولای جیگر و غیره. و اینا به این نتیجه رسیدن همین سلول عصبی رو که تونستن درست کنن اینه که پس بعد اینا میشه حالا در میان مدت، مسلما نه در طولان مدت و خیلی نزدیک بودن، در میان مدت توضیح داده شده که میشه مثلا پارکینسون رو درمانش کرد، مریضی های دیگه که با عصب مشکل داره یا جیگر هم باز گرفتاری زیاده باید سمزدایی بکنه و حتی سن 100% هم میتونه بالاتر بره سر این موضوع، بخاطر اینکه انسان همیشه میتونه اعضای بدنش رو خب ریپروگرامین میکنه، هم باز تغییرش میده و دستور میده نوسازی بکنه. و واسه همین نشان دهنده اینه میخوام بگم که اِوولوسیون یا تکامل ما رو به امروز جایی رسیده که ما میتونیم گذشتهش رو توضیح بدیم. حالا
نسبتاً میشه گفت، ولی در قاعده دقیقاً درسته، یعنی نمیشه ردش کرد، اینو ثابت هم شده و اینم هست که چرا نه، من حتی عقیده دارم که ما یه زمانی بتونیم انسانی که اینجوری که پیجویی کردم من یکم در موردش مطالعه کردم که انسان زمانی برسه که مثلا 200 سالش بشه، ولی خب چون طبیعت هم میتونست این کارو بکنه، حتی این تکامل یا طبیعت یا اِوولوسیون میتونست، دگرگونی میتونست این کارو بکنه که ما هیچ وقت پیر نشیم. این اکتفیه همیشه یونگسلن پرودوکسی دستور بده همش بشه، ولی برای طبیعت زاد و ولد مهم بوده. میگفته خب دیگه چرا بخواد پیر بشه وقتی زاد و ولد میکنه، چون این ژن ما اینو باید بدونیم، ما همیشه ژنی که میدیم بهش میگن کایمواندسلن، این DNA شترایفن هستش که ببخشید من اصطلاحات به همون خط DNA دقیقاً آلمانی استفاده میکنم، اینا رو میتونست همینجوری دستور بده انجام بده، ولی چون زاد و ولد براش مهم بوده گفته خب این باید به بعدی داده بشه و دیگر گونه های دیگه به وجود بیان و اینا براش مهم نبوده، واسه همین چون گونه های جدیدی به وجود می آمده پس رفتن برای دقیقاً دستور داده که بعد از این موقع که سلول دیگه بهش میگن غیف سلن، اینجا که سلول رسیده و تا زمانی که سلول کاله و هنوز داره رشد میکنه این روشن و دستورش رو انجام میده و باید چون چی یعنی اگر این اکتفیر رو ما درباره مثلا حالا بخوام نمونه ساده تری رو بگیریم، اگر این اکتفیر رو در یک پرتقال ما بخوایم بزنیم، پرتقال هیچ وقت نمیرسه، همیشه کال خواهد ماند. برای من خب یکم این یه قسمتیه که خب باید ببینیم سلول سازی این پرتقال. خب نه اگر ما میگم اگر بتونیم در ساختن سلول های مثلا نمونه خوبی شاید بر نداشته باشم، منظورم اینه که خواستم این رو بیشتر ویزوال بکنم، به نظر بیارم که ببینیم که انسان پیر نمیشه. این جالبیش اینه، خب این اکت 4 خود آقای هانس شولر برگشت گفت این das ist ein Unsterblichkeitsgen، این یک ژن جاودانگیه، یعنی خودش میدونه اونجا چی پیدا کرده، ولی خب اگرم بشه خب من سخت میبینم که بیان بگن که همچنین، چون امکان داره جمعیت خب زیادتر میشه، انسان ها دیرتر همه میخوان از حیات زندگی برن. آره دیگه، خب یه خواست انسانیه، ما همیشه در حال موجود زنده همیشه در حال فرار از مرگ، این طبیعتا اینه، خب نشان میده که چقدر زندگانی قشنگه و همیشه خب میخواد انسان در حیات زندگی باشه و تصورش هم قشنگه یه جورایی، ولی خب باید دید دیگه. من عقیده دارم در میان مدت خب خیلی مریضی ها رو با همین اکت 4 که پیدا کردن درمانش میکنن. آرزو میکنم کوروش جان که شما هم نمیرید که ما هم نمیریم، همدیگه رو یک بار دیگه ببینیم برای یک موضوع دیگه، برای یک پژوهش دیگه‌ای که تو خواهی کرد و در اون باره صحبت بکنیم. خیلی ممنون و همچنین سپاسگزارم